ترفندهای عالی برای ترک پستانک. معایب پستانک به گفته متخصصین دندان پزشک باعث به هم خوردن فرم تناسب چهره و تغییر ساختار فک و دندان میشه. به گفته گفتار درمانها باعث تأخیر تکلم در کودکان میشه. به گفته متخصصین اطفال باعث گیجی نوزاد شده و سینه مادر رو نمیگیره. همچنین باعث خستگی نوزاد میشه و باعث میشه شیر مادر رو کمتر بخوره و وزن کم کنه. متخصصین اطفال مخالف پستانک هستن چون باعث عفونت در کودک میشه و پستانک رو فقط در مواقع کولیک شدید یا رفلاکس تا 6 ماهگی تجویز میکنن. مزایای پستانک: تنها مزایای پستانک تا 4 الی 6 ماهگی هست. مزایای اون شامل مانع شدن از سندرم مرگ ناگهانی، به خواب رفتن راحت‌تر کودک و آرام شدن اون ناشی از کولیک یا رفلاکس. همچنین پستانک جایگزین خوبی برای کودکانی هست که انگشت می‌مکند. بهترین زمان ترک پستانک 4 الی 6 ماهگی، نهایت 1 سالگی هست. چون بعد 1 سالگی مرحله دهانی کودک و باعث وابستگی شدید میشه و در آینده باعث تثبیت دهانی میشه و احتمال مشکلاتی مثل انگشت خوردن، ته مداد خوردن، ناخن جویدن و غیره رو در آینده افزایش میده. روش ترک پستانک: تعداد دفعات پستانک دادن رو کم کنید. پستانک رو هر جا در دسترس کودک قرار ندید. پستانک رو در پارک یا در مهمانی یا وقتی که بیرون میرید در دهان کودک نگذارید. این اولین قدم برای ترک پستانک است. بنابراین دفعات رو کم کنید. مثلا اگر روزی 10 بار میخوره به 5 بار برسونید و بعد به 2 بار. حالا که دفعات کم شد نوبت اینه که چطور عادت با پستونک خوابوندن رو از سرش بندازید. ابتدا از خواب روز شروع کنید. کودک رو با بازی یا بیرون بردن، مهمونی یا حمام گرفتن خسته کنید. طوری که موفق بشید 2 الی 3 روز در هفته بدون پستانک بخوابونیدش. بعد از خواب روز نوبت خواب شبه که با همین روش ترک بدید. اگر همه راه ها رو رفتید و نشد، سایز پستانک رو تغییر بدید و پستانک جدید بخرید. به مرور زمان سایز که تغییر کنه خودش دفعات رو کمتر میکنه. یکی دیگه از روش هایی که کمک میکنه به ترک پستانک ایجاد کردن سوراخ بر روی پستانکه. سعی کنید هر روز تعداد سوراخ های روی پستانک رو بیشتر کنید. برای کودکان بالای 14 ماه با نمایش عروسکی، بازی و قصه به کودک یاد بدید که وقت پستونک خوردن تموم شده. 1 تا 2 ماه زمان بدید و هر روز داستان و نمایش عروسکی براش اجرا کنید و در داستان بگید که پستونک قراره با بادکنک بره پیش مامان و باباش. بگذارید کودک خودش مراسم خداحافظی با پستونک رو اجرا کنه و در آخر یه جشن کوچولو براش بگیرید و یه کادوی قشنگ بهش هدیه بدید و یا اینکه خودش پستونک رو به سطل بازیافت بندازه. در خاطرتون باشه که سوراخ کردن پستانک برای کودکان بالای 2 سال جواب نمیده. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید چون قرار مطالب خیلی خوبی رو برای شما مامانا قرار بدیم.